روین اینجا؟ خونش روین نگو برای خون راست روین گپا نمیفهمین رحمتی میگم اخی ادختا ماهواری اخیر از ای بچه چیکو کردیست؟ رجب علی ایبرانی ولی بسک امی سنگو را گیریم که ولی در سیدکه کردن کن با خلال میرسونم این طرفتا پرکه با انرژی اینمی سنگ با دردی سری خیلی میشه اکای دلیر؟ این خونه که سه خونگه در هفت اختر شکتور کردیم که نزدی همیگه نزدیکی کاربو بله بله همون زنگ زد خب احمد گفته سه میگم اکا برای چی؟ میگه همسایم یا استور آورده خونوشا 40 سومونی کوادرات شکتور کرده سه گفتم موقع اکا موقع تا گفتم که همه 25-20 سوم قیمت نیست خودت با ارزون کرده است 15 سمش که بچه در کجای خیلی گرمی داری گرمی اگه جوره همه خیلی تو چند ارزون گفتی با ارزون میشه بیا قدر میشه باور با ما کار حلال مهنت میکنیم نون منو حلال میخوریم چیکار کنیم آخه اکا دلیر جان خیلی فکر کم باید خلاصه اومدم اکا خوب همین یک برادر داریم طرفای همین گرمانیا دا کار فعالیت میکنه یک 3-4 سال شد همون قطعی هم صحبت شدیم اکا جای کار خوب بوده اکا باید کار استاگی ما نه صاحب خونه میشیم نه صاحب ماشین میشیم خدا را شکر که خیلی افته خورده استیم گشنه نیستیم محتاج هیچ که نیستیم یکی خارجه رفتن در کار اکا تکلیف کرد که بیا همینجا کار که همینجا جای کار هست یکم کمبودی نیست میگم خدا خواهد همونجا کار برم اکا جان گفتم ای پیشتون بگذارم اگر راضی بشین اکا همونجا بریم یک جای کار کنیم گپ درست جوره جانو میگه من رفتن نمیتونم من در رفتن تو زیر نیستم میگه من رفتن نمیتونم به خاطری مادری پیرم که من بیچاره تنها مونم اگه نه گپ درست همین ساختمان منابود کنیم همین کار منابود کنیم اکا میریم ها نه جوره جان من گفتم که من به خاطر مادر فقط به خاطر مادر نمیتونم برای همو مادر غنیمت تا بودن شه همین کم میویم زیاد می شکر همین جاکی سوده کار کنم خی تو که رفتی کار که کردی انشالله ما یادی ما میکرده گیسی آخی اکا هیچ وقت خونه شما رو خبر گرفتم میستیم بهترین اکا ما اکا همین آرزو دارم که خدا خواهد مادر از خونه خدا رو کنم اکا آرزو دارم که اکا یگون ماشین آرزو هم بخرم اکا خیلی بریم یک خداوند میشه همش میشه نصیبون میکرده گیست روزگی پروردگار دختر جان وقتهای آخر همین سرم تیز درد میکند باز دل به حضوری هم دارم کم همین پسی سرم هم میکشد نمیدونم چی درد باشد خدا جان ما اینجا تشخیص های شما را دیده برآمدیم در شما کمتر بیماری فشار بلندی در شما پیدا شده است این یگان جای خواطریش نیست یک چند داروها رو ما می نویسیم شما حتما استفاده برید یک چند اوکال هم نویسانده سر وقت استفاده برید بیماریتون اوج نگیره البته دختر جان رحمت حتما استفاده برید مایلش دختر جان مایلش جانو چه در ملکی غریب گشنه باشه تشنه باشه ایو چی جون؟ چو کردیسین شما؟
نمونده نخی ما خودمون نکردیم. دختر جا آمدی. میگویم که کم کم کار کنم آخی. او چه جون شما خودتون غم داده؟ زحمت نکشه ما خودمون نکنیم آخی. آخی میگم کم کم علف کش چینم. پمیدوروی در زیر علف موندن. بیاین چه جون من خودم میکنم. سلامتی خودتون خوب نیست. بیاین چشنه. خدا که خیلی سوزی. میشه چه جون. در صد نغزه دختر جان. خوب با چه جون. لیکن برای تجربه آموزی من 800 تومان سون در کار. 800 تومان. او چه جون. چه کردن چه جون؟ در خانه دارم. میتیم. رحمتی کلام چه جون. به فکرم گوش نماندگیستی. رفتیم خوراکم تیاره. بیا بیا دختر جان. بیا رفتیم. یک بار دیگر زنگ زنم. شاید در یگان کار و بار بند باشه. برداشت. کن یک رفیقش ده زنگ زنم. شاید در خانه باشه. الو 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 بله. سلام بچه جان. سلام. چیکار شما؟ رحمت خدا چه خیلی؟ شکر خدا همه خوب چینش گشتیم میده. بچه جان یک کار داشتم. خوب؟ همین کم ترکه اگر علاجش می بود پول قرض می دادی. فهمم. دیروز دکتر رفتم. کمتر سلامتیم خوب نبود است. همین میگویم که دارو گرفتن در کار بود. پسر چند زنگ زدم نبرداشت. شاید کار بارش بسیار باشد. فهمم. چند پول لازم؟ کم ترکه قرض می بود. 1000 تومان قرض می دادی. شد من فهمیدم. یک نیم ساعت پس در نزد شما میشم. نیم ساعت پس. رحمت بشه. خوب شد تمام. مایش خوب. مادر عزیز سلام. و علیکم بر سلام. بیا بچه جان بیا خوش آمدی. کم نما. اشتنگیری. همه پسرچه ده 1-2 بار زنگ زدم نبرداشت. دیروز دکتر رفته بودم. سلامتیم رو سیگه یک بار بد شد. دکتر دیده گفت که خاله جان فشارتان کمتر بلند شده. همین دارو هاش نویس داد و گفت که در سری وقت همین دارو تا نگیرید و سری وقت دارو تا نخورید که باز وزن سلامتیتون بدتر نشود. راستی مبلغ هم نرسید. گفتم بچه ده زنگ زدیم که نبرداشت. گفتم بیا که همین آشناشم آدمی نزدیکی ما خودتی بچه جان. گفتم یک زنگ زده پرسم 1000 تومان قرض میدادی. راست دیگه من قرض داده نمیتونم. چی؟ آخر اگر بچم روان نکنه من از یگان خیش و تبار حتما قرض رو گرفتم میدیم. من قرض داده نمیتونم. من چی قرض میتونم؟ بچه جان
تو چی به من باوری نداری؟ من حتما بر میگردانم. همسایه های خوبم دارم. لیکن نپرسیدم. گفتم اول از تو پرسم. لیکن من شما در با میگم که من در شما قرض دادن نمیتونم. من چخیل در شما قرض میتونم. میره شما من نبگین مادر عزیز. من چخیل من شما در قرض میتونم. من این پوله در شما میبخشم. خوب پیل بخشیدم. خدای برکه یابی بچم. در کسب و کارت برکت یا در فرزندات. آمین. در خاندانت خدای مهربانم برکت عطا بفرماید. آمین. یک پیاله چای میگیرید؟ رحمت مادر جان من کمی کار دارم باید هر چیز زودتر برم. هر یک پیاله چای میگیرید بعد میرم. چای شما نان نمک شما رو بسیار خوردیم. باز خدا خواست زنده باشیم باز میشه. رحمت. خدا نگهبان. بینید اگر کمی کرد مبادا نرسی حتما زنگ زنید. میلش خب در خدمت. نکی چی ناز میکنه مرا نگاه که دخترم هی روین ایجا؟ ما خوش روین مگو برای کنگراس روین گپا نمیفهمید رای ما تی میگم اخی دخترم ماهواری اخیر ای بچه چیکار کردستی؟ کی تو؟ ای گوش کاکا خودت کی بو؟ این خواهر ما فهمیدی؟ گوش کاکا ایرا ما خوب میشناسم اکای در خارجه گوش که مرا دختران همین محل نه تنهایی تمامی همین محل خواهرای من فهمیدی؟ گوش کاکا ما بخد ما آبرو داریم ناموس داریم فهمیدستی؟ برای همین برای راست بزا برا ای پای کور برو چه با دخترای ما کار نگی فهمیدی؟ نباشه که او شیر بچه های همین محل خبر میوان هزی میان استخوانات تقریل بود میده میکنن فهمیدی؟ گوش که مرا که خواهر تلزی کدا نکن او وقت بیو ور که فهمیدی؟ ما نانگا ناموس داریم بخدیم فهمیدی؟ نانگا ناموس داریم بس برای ایجا ای برای که بخدا مایداد میکنه فهمیدی؟ جواب میگوید درس را ایجا بهتر بیا اینجا بیا تو چیکار کردیسی؟ ای ما رو شرمنده کردنی؟ ها؟ این بچه کیه؟ نمیدونم چون نمیشناسی؟ همراه تو اومد کو؟ وای خودش اومده ما توی روزه در این محل حال یکم دختری بیناموس ندیدم با خدا قسم اگر که همین حالت یه باریگه بیدم کو اینم گوشتم میکنم فهمیدی؟ فهمیدی مرا؟ تز خانتون؟ تز السلام علیکم مونده نباشی اکای ما ای بچه سلام علیکم کلی من همین خوبی و بیدو اکا جان بداره بچه شما بار نکردیست نمی؟ باور که اکا برادر دینا بود گشت اومد کی اومدی؟ همیشه اکا همیشه رسیدیم ساعتهای 23 شب بود اکا خیلی دیگر کورو چی که؟ کورو هیچی ببارور بودن نخی؟ الحمدلله خدا را شکر اکا بهترین کار مبارک شو ای اسبی چورپا خدا را شکر وقتی برادری ما صاحبی چونین چورپا میشه این خرسندی و شادی ما هزار با شکر برادر جان
سلامت باشه اکا جون. خداوند شما دم نصیب کنه اکا. همه پیشروی ما، همه چیزی شما اکا. یگان ما بین ما و خودت چیزی ما و چیزی خودت نیست. زنده باش. وقت هم کمتر ای. ما اینجا 4 نفر برادر خاطی اومدیم. ای خارجا. بچه هم اومدن. بچه خود یک قسمش در همون جامون دولی کار کردستن ما اومدیم. فرصت هم نشید که ما بیام خدات مثالی گپ ببینم هم صحبت شم. یک ساعت 2 ساعت پیش رفتم مادر خبر گرفتم. خدیجه هم صحبت شدم. دوی مادرتون هم گرفتم. گفتم برادر ما، رفیق ما، دوستی بهترین ما که شده. تا کار ده پس زندگی در او سروغه را گرفتی. سروغه را گرفتم اومدم برادر. انا امشب شب نشینی داریم هم برادرها قطعی یک چند تا همصنفم اکا. یک چند تا همکورسم. ای 4 نفر برادرها. خلاص اومدم که برادر عزیز یک جای بریم. وای وقتای گذشته، ای دوران گذشته 4 تا صحبت کنیم، 4 تا چخچخ کنیم. یادی گذشته کنیم اکا. چی گفتی؟ بسیار خرسندم، بسیار شدم که اومدم برابر سراغ کردی، اومدی. هزاران بار خدا را شکر. لیکن برای تکلیف شب نشینی راستی گپ من شرم میدارم که اون من لایقی به معرکه چنین بچه‌هایی که الکه یک طبقه یک زینه بالا رفتن لایق اوجا نیستم. با همون خاطر عذر میپرسم، مرا ببخش. با این دستای پر از گویم که خراشیدگی و ژولیده و با این سر اندام مشکل میشه اون رفیقات با ببینن که خیلی برادر داری، خیلی رفیق داری، با خیال میکنیم که با آبروی ختم کم ترک پستی میاره. برای همین بیا یک روز دیگه ما که جای یک دعوت کنی قطعید میرم میشینیم، یا خانه ما یا خانه شما میشینیم صحبت میکنیم. نه که لایق نیستم که در بین خیلی بچه های مثلا بالا با بالا بشینیم. که ما خفه نشده که دلیل جون ما خیلی سولای برادر ما یگان وقت خودت خفه نشیده بودم. خواهش میکنم اکا مرا خیلی خفه نکن. یکو بخشیش چیکار کنیم؟ آخی اکا جون، در نام جونم ما او رفیق شهر میدارم که خیانتکار ای، دست به ناموس مردم میزنه، حق مردم هم میخوره، دزدی میکنه اکا. اکا جون ما به خودت باری رفیق افتخار میکنم، سرم بلند ای که چون این رفیق دارم که در نبودن ما مادری مرا کمک کرد، خواهری مرا حمایه کرد به مثل برادری خودش. اکا جون افتخاری مایی. بسم الله.